ببینید اینه که بهتون گفتم بد نمیشه. ببین یه دیوار اصلیتون اینو میذارین، حالا در کنارش میتونین مابقی دیواراشو رو ساده کنین. خب این به نظر من خیلی شلوغ میشه، یه ذره خلوت‌تر میخوام. خلوت‌تر اگه بخواد میتونین مثلا از طرح این یکی استفاده کنین. خب اینم همون حالت جنگل و جنگل‌های تروپیکال و حیوانات سافاری داره. باز یه ذره خلوت‌تر اینم میتونیم کار کنیم مثلا. میتونین آره بازم میشه اونو خلوت‌تر کرد. الان موقعیت دیواراتون چجوریه؟ ببینید دو تا دیوار داریم. دیوار اصلی من که توش پنجره داره. آره دیوار اصلیم توش پنجره داره. یه دونه تک دیوار دارم، تک دیوار اصلیمه که پشت تختمه. یعنی دو تا دیوار روبروی هم. بله. بینشون هم پنجره. یه دیوارم بله بینش پنجره است. خب بعد تخت رو دیوار سمت راستی تو میذارید دیگه. آره بله. خب ببین اینجا پنجره، اینجا میگیم تخت کوچولوتون اگر قرار بگیره روی این دیوار. خب حالا ما برای خلوت شدنش چند تا کار میتونیم انجام بدیم که من الان به شما پیشنهاد میدم ببینید چه فکر کنید اگه بخواید همین تخت داشته باشیم. خب اینا رو شما در نظر بگیرید که این باشه. اطرافش هم میتونیم با همون برگایی که هست برای که کار خلوت‌تر بشه اینا رو بیاریم اطراف دیوارتون از برگا استفاده کنیم. خب یکی دو تا هم اینجاست. اسم کوچولوتون چی بود؟ گفتین رامیا. بله میتونیم رو پلاکش هم اسم کوچولوتون رو بنویسیم واسهتون. خب این میشه دیوار اصلی شما. خب حالا من یه خورده بهتر براتون بخوام شفافترش کنم ببینید فکر کنید که اینجا الان میشه اون طرح برگایی که شما داشتین توی اطراف تصویر چند تا دونش هم میتونیم بالای تخت بذاریم که انگار از اطراف تخت برگا اومده بید. خب پرده‌تون هم باز شما همین تم سبز رو براش در نظر میگیریم. خب بعد میان دیوارای مکملتون رو با رنگای روشن‌تر براتون ست میکنیم. یعنی چجوری این ریتم رو میتونیم برای این دیوار در نظر بگیریم. خب و یه مقدار پررنگ‌ترش رو برای دیوار دور پنجره میتونیم استفاده کنیم. تک تاچ‌های رنگی هم توی این کارتون داشته باشید. این فرمت رو شما میتونید راحت پیاده کنید با این طرحی که دارید که حالا اضافه شدهش هم براتون میتونم 3D کنم.